حکم دعوت به آزادی فکر. سوال: ما گاه کلمه آزادی فکر و دعوت به آزادی اعتقاد رو میشنویم و میخواهیم نظر شما درباره این چیز را بفهمیم. جواب: الحمدلله. ما میگوییم هر کسی که اجازت میدهد که انسان هر دینی را که بخواهد قبول کند و آزاد باشد در انتخاب دینش، پس او کافر و مشرک است. زیرا هر کسی که باور دارد که برای انسان جایز است که با دین‌های غیر از دین محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کند، پس چنین شخص کافر به الله و دین او سبحانه و تعالی است. علما را لازم است که او را به توبه فرا بخوانند. اگر توبه نکرد، کشتن او واجب میگردد. این دین حق دین الهی است، نه فکر. یعنی دینها را نباید اندیشه فکر نامید. دینها یگانه هستند و از جانب پروردگار و پیامبران فرستاده شده‌اند تا بندگان بر آنها عمل کنند و استفاده کلمه فکر برای دین مانند اسلام یک فکر است، نصرانی یک فکر است، یهودی یک فکر است، خطرناک است و به نهایت خطر است. چون این گفتار مفهوم می‌دهد که دینها تنها اندیشه های انسانی هستند و هر کی خواهد آن را میگیرد و هر کی نخواهد نه. اما حقیقت این است که دینها وحی الهی هستند و نمیتوان آنها را به سوی اندیشه های انسانی یا آزادی فکر گفت. از این رو استفاده کلمه فکر و اندیشه درباره دین باید از کتاب‌های اسلامی پاک کرده شود. خلاصه هر کی باور کند که انسان میتواند به هر دین که خواهد زندگی کند و این برای او جایز است، پس او کافر به الله سبحانه و تعالی است. زیرا الله سبحانه و تعالی میفرماید: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. و هر کس که غیر اسلام، غیر دین اسلام، دین دیگر را بپذیرد و قبول نماید، هرگیز از او پذیرفته نمی شود. سوره آل عمران آیه 85. و نیز فرموده است: ان الدین عند الله الاسلام. به درستی که دین قبول شده در نزد پروردگار این دین اسلام است. سوره آل عمران آیه 19. از این رو هر کی باور کند که دین‌های غیر اسلامی نیز درستند و انسان میتواند آنها را انتخاب کند، پس علمای اسلام گفتند که او کافر است که از دایره اسلام خارج شده است. منبع: شیخ ابن عثیمین، مجموع الفتاوی و رسائل، مجلد سوم، صفحه 99 100.